نسل جدید کیا اسپورتیج با کوشا خودرو بالاخره اومد به ایران. سلام، من پوریام. اینجا شوروم مرکزی کوشا خودرو و داخل این ویدیو به صورت خیلی کوتاه میخوایم با کیا اسپورتیج مدل 2025 آشنا بشیم. همراه ما باشید. اول از همه از بخش طراحی ظاهری شروع کنیم که جدیدترین امضای طراحی کیا به همراه لوگو جدید کیا رو داخل این ماشین میتونید ببینید. همونجوری که گفتم مدل 2025 چراغ‌های به سبک دو تیکه با امضای طرح شبیه بومرنگ رو داخل این ماشین رعایت کردن و خیلی قشنگ تا اینجای گلگیر چراغا امتداد پیدا کرده. یه جلو پنجره بسیار بزرگ با تریم پیانویی داخلش داریم و همونجور که می‌بینید اینجا هم دوربین 360 درجه کاملا مشخصه. هواکشایی که مربوط به ارزم به حضورتون حالا یه جوری میتونه عمل کردی داشته باشه برای خنک کردن دیسکا. توی نمای کناری اینجا ما رینگ های 18 اینچی رو داریم با لاستیک های کوم‌ها. طرح رینگامون دو رنگ هستش، رینگ های آلومینیومی داریم و توی این نما دیگه کاملا مشخص ابعاد ماشین که داریم در مورد کراس اوور سایز متوسط از برند کیا صحبت می‌کنیم. دوربین 360 درجه باز هم اینجا مشخصه. طرح دو رنگی که روی ستون‌های خودرو رعایت شده. البته اینجا زیر کاورایی برای محافظت از ماشین گذاشته، ولی خب به هر حال معلومه دارم در مورد چی صحبت می‌کنم. شیبی که روی ستون سی خورده، حالت لچکی که اینجا داره. البته بهتون بگم این ماشین نسخه 5 نفره هستش و صندوقش هم به صورت دستی. البته قبل از اینکه بریم سراغ اونجا یه مقداری در مورد طراحی ظاهری نمای عقبش هم باهاتون صحبت کنیم. چراغایی که به سبک یه تیکه کار شده اینجا و باز هم به حالا الهام از همون چراغ‌های جلویی و اینکه تطابق و هماهنگی بیشتری باشون داشته باشه تا روی گلگیرای عقب امتداد پیدا کرده. طرح ارزم به حضور شما اسپویلر و دیفیوزر عقب هم به صورت دو رنگ مشکی کار شده. صندوق که میگین بالا جک برقی هم نداره، البته میتونید به سفارش خود شرکت بذارید. اینجا با یه فضای خیلی بزرگی مواجه میشید. این قسمت فندکی رو براتون گذاشتن 120 وات 12 ولت. صندلی ردیف دوم همونجوری که میبینید میتونید بخوابونید. این قسمت یه فضا برای نظم دادن به فضای صندوق عقب رو داریم و تا اینجا هم امتداد پیدا میکنه. احتمالاً اینو بدیم بالا زیرش یه زاپاسی چیزی هستش به همراه جک و بقیه موارد که یه مقداری بعد همونجوری که داشتم میگفتم اینجا هم دیگه کاملا بقیه موارد رو میتونیم ببینیم. البته لاستیکش رینگ نداره و یه ذره قلق داشت جا زدن اونجا. اینجا رو ببندیم بریم ببینیم آپشن امکانات چی داره. بیایم یه ذره در مورد آپشن امکانات کیا اسپورتیج 2025 کوشا خودرو صحبت کنیم. مولتی مدیا و کلاستر جفتش دیجیتال، یه ابعاد بزرگی هم داره با زاویه اینجوری هر دو 12.5 اینچی اگه اشتباه نکنم. پدال شیفترها رو اینجا برامون کار کردن. این قسمت دکمه‌های مربوط به دستیار رانندگی خودکار و سطح 2 که کروز تطبیقی و باقی موندن بین خطوط و ترمزهای اضطراری و حفظ فاصله تا خودرو جلویی رو برامون تعریف میکنه. اینجا دکمه‌های ESP و اوتو استاپ رو داریم که توی ترافیک ماشین به صورت اتوماتیک خاموش بشه و مصرفش بیاد پایین‌تر. سیستم تهویه مطبوع اتوماتیکمون به صورت حالا کلیدای لمسی اینجا قرار گرفته و سیستم تصفیه هوای کابین رو هم میتونید از داشته باشید. دوربین 360 درجه، سنسورهای پارک به همراه 4 تا حالت رانندگی اکو، کامفورت، اسپورت و اسمارت اینجا قرار داره. ترمز پارک برقی اوتو هولد، 2 تا جالیوانی اینجا برامون گذاشتن. یه فضای حالت کشویی مانند اینجا هستش که حالا میتونید گوشی و بقیه وسایلتون هم بذارید. پورتای شارژ هم اینجاست و سقف پانوراما و سانروف هم دکمه‌اشو میتونید از اینجا پیدا کنید. صندلی راننده 6 حالت است. صندلی شاگردم به صورت دستی کار شده و تریم ماشین هم یه رنگ سفیدی داره. چون حالا فضا بسته است من بیشتر از این ماشین رو روشن نگه نمیدارم که دوستان اذیت نشن، ماشین رو خاموش میکنم و بیایم یه ذره در مورد طراحی داخلیش هم با هم دیگه صحبت کنیم. خب همونجور که میگفتم توی طراحی داخلیش اینجاها کامل از
سافتاش تشکیل شده، همینطور داشبورد، فرمون و موارد دیگه. فضای خیلی راحتی و اینجا داخل صندلی داریم. قشنگ صندلی شما رو گرفته، تکون نمیخورید. حالا این تریم چرم اگه اشتباه نکنم، طرح چرم سفید هم هست. من اولش فکر کردم پارچه است ولی خب خدا رو شکر چرمه. دیل خیلی خوبی داریم. لشکی هم اینجا برامون کار کردن. گفتم این زاویه مولتی مدیا هم خیلی قشنگ چف شده و در کل اسپورتج همیشه از اون خودروهایی بوده که به طراحی داخلی شرکت حسابی مثلا افتخار می‌کرده و ایرانی هم به شدت دوستش داشتن. بریم یه مقدار در مورد مشخصات فنی بگم، بعدش میریم فضای عقبش رو می‌بینیم و در نهایت قیمت. اینجا رو بزنیم بالا ببینیم زیر کاپوت اسپورتج 2025 چیه. اسپورتج آخه از اینا دیگه یه جک براش بذارید دیگه، کاری نداریم. جزو آپشنی هست که حالا میتونید بعدا از شرکت درخواست بدید براتون بذارم بدون باطل شدن گارانتی. اینجا چی داریم؟ 1.5 لیتری توربو با حدود 200 اسب بخار قدرت و 250 خورده نیوتن متر گشتاور که قدرت رو میده روی گیربکس اتوماتیک 8 سرعته AT و چرخ‌های جلو. حالا خیلی ها میگفتن این ماشین چون تمام چرخ محرک نیست ما دوستش نداریم. خیلی ها میگفتن وای اون موتور 2.4 لیتری سراتو جی تی لاینا رو ما خیلی بیشتر دوست داشتیم. ببین دوستان، شما میتونید برید سراغ مدل 2017 ولی عددهایی که من الان تو بازار دارم میبینم ماشین 10 سال قبل رو دارن هم قیمت این میدن. کجای دنیا همچین اتفاقی میفته که ماشین 10 سال قبل رو بیان به قیمت ماشین صفر به شما پیشنهاد بدن و استدلالشون هم این باشه که آخه اون اینا ماشینایین که توی چین تولید میشن، اونا ماشینایین که توی کره. اینا همش ببخشید حرفاییه که هیچ ارزشی نداره و خیلی از اون اسپورتجایی که 2017 این هم هستن خیلی هاشون تولید چینه و هر کسی این حرف رو به شما زد که چون این اسپورتج 2025 که حالا کوشا خودرو و باقی شرکت ها دارن میارن چون چینی هم به درد نمیخورن، یه سال ازشون بپرسید، بهشون بگید یکی از تفاوت‌های کیفیتی که ثابت شده کیا اسپورتج 2025 تولید چین از سایر سایت‌ها مثل سایت کره آمریکا کیفیت پایین‌تری داره رو به ما بگید. مطمئن باشید بعد از پرسیدن این سال از اون دوستان وامیستن و مثل بوست نگاهتون میکنن چون واقعا هیچ تفاوتی نداره. شاید مثلا یه مقدار رنگ استقامتش کمتر باشه ولی به غیر از این هیچ فرقی وجود نداره. بریم فضای عقب و بعدش قیمت. و خب این صندلی‌ها رو اول برگردونیم به حالت خودشون. و حالا سوالی که واسهتون پیش میاد اینه که صندلیاش مثلا ببخشید من اینجوری میگم صندلیاش چرا اینجوری هم مثل امین حیاتی تو اخراج است. نکته داره، صبر کنید. اجازه بدید من بیام اون و اینجا رو کامل ببینید. اینجا رو من صندلی رو با قد خودم تنظیم کنم. کاملا با قد خودم تنظیم کنم. جلوتر الان خیلی خوبه، یه مقدار حتی من میتونم بدم پایینتر، جلوتر، پشتی. الان کاملا من مسلطم و راحتم هستم. بیایم پایین. اینجا قشنگ میشه. خب اینجا نشستیم دیگه. زاویه باز شدن در اول از همه ببینید چقدر درش تا ته باز میشه. خیلی از کراساورهای دیگه مثلا انقدر بیشتر درشون باز میشه. کاری نداری. اول از همه فضای پا. چقدر فضای پا دارم و فاصله‌ای که تا سقف برام اینجا وجود داره. ولی هنوز یه مشکلی هست. این که صندلی واقعا داره به کمر من الان فشار میاره. اینجا رو ببین. کجا رفتش؟ این دستگیره رو داشته باش. اینو نگه می‌داری. صندلی ردیف دومشو انقدر میتونی بخوابونی. یکی از بهترین چیزاییه که خیلی از کراساورهای چینی ازش محرومن ولی کیا اسپورتج داره. همین تنظیم پشتی صندلی ردیف عقب. اینجا هم درچه تهویه مطبوع رو 2 تا براتون گذاشتن که جهتش رو میتونید عوض کنید و پورتای شارژ و اینجور چیزای دیگه همون عقب داریم و انصافا این عقب خیلی حالمون خوبه مخصوصا تو مسافرت‌ها. قیمت و در نهایت برسیم به قیمت کیا اسپورتج مدل 2025 کوشا خودرو با این سطح از آپشنایی که من خدمتتون عرض کردم. ببینید توی مرداد 1405 الان قیمت این ماشین 8 میلیارد و 760 خورده میلیون تومنه و توی آخرین بخشنامه‌ای که برای شرایط فروشش داشتن 20 روزه هم این ماشین رو تحویل میدن. حالا نکته‌ای که وجود داره، بعضی از دوستان نمیگم کدوم محلهای تهران ولی قطعا خودتون میدونید مدل 2017 رو من دیدم آگهی کردن 8.5 میلیارد. نمیدونم
شما هر روانپزشکی تو هر جای دنیا برید بگید توی کشوری ماشین 10 سال قبل رو میفروشن به قیمت مدل 0 2025ش، قطعا میگه شما یه مشکلی دارید و باید بستری بشید. نمیدونم از این اتفاقایی که فقط داخل ایران میفته. و من پوریام از رسانه خودرولوژیست، مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید.